امروز میخوام یه توپک خرمایی درست کنم. یه بسته خرما، دارچین، ارده، پودر جا، پودر بادون. آشپزی کنیم دیگه. یه بسته خرما رو میریزیم تو مایتابه. یه بسته خرما، یه بسته خرما اینطوری خرما رو له میکنیم. میذاریمش رو گاز. من نمیتونم. خرما رو تفت میدیم. اردرم میریزیم. بیا حالا تفتش میدیم دوباره. پودر جا میریزیم. پودر بادون بعدیش. بیا آقا چجوری؟ آخرش هم دارچین میریزیم. چطوری؟ حالا هم میزنیم. تو هم بزن. بیا. خوشمزه میشه؟ خیلی. به به بوی دارچین میده. چی تو؟ عالی شد. چه سم میشد. توره. حالا میذاریم کنار سبز. بعدش یهو گوله گولش میکنیم. حالا خوب گوله میکنیم. واقعا چیز شده رفته است. تزیینش چی شد؟ تو پکامون رو میندازیم تو کنجد. حالا یه دونش هم میندازیم تو دارچین. عالی شد. اینم پسته‌ای کنیم. این که خیلی عالی شد. من اینو بهتر دوست دارم چون پسته رنگش خوشگله. من دوست دارم. این گلا خوراکیه. شما هم درستین بخورین. به منم یاد میدی درست کنم؟ آره بفرمایید درست کن.